خب این پروژه سیده بچه‌ها. نکنید این پروژه خیلی جدیده و الان میتونید در واقع جز اولین ها باشید. تو اینجا ما استوریج رو داریم که براتون در واقع ماین میکنه، همون کار مثلا هر 4 ساعت اینو باید سر بزنید و بتونید کلیمش کنید. و مثلا مدت زمانش واسه من 4 ساعته، یعنی هر 4 ساعت یک بار. با چه سرعتی؟ با سرعت 54000 سید توی ساعته. یعنی اینو ضرب در 4 کنیم تقریبا میشه چقدر؟ میشه تقریبا دو، مثلا در واقع 3 و 6 میشه دیگه. یعنی انقدر میشه در واقع 36 صدم میشه. و مثلا توی بوست اینو میتونید در واقع ارتقا بدید. توی بوست اینجا در واقع میتونید ارتقا بدید و دو تا مثلا ازتون سیت میگیره تا اینو ارتقا بده، که مثلا به جای که هر 400 یک بار برید سر بزنید و اینو کلیم کنید، هر 600 یک بار برید کلیم کنید. توی مثلا در واقع این قسمتش در واقع فرنداتون رو بهتون نشون میده که مثلا کسی که در واقع دعوت کردید و ایناست، که 20% از کسی که در واقع 20% از اون چیزی که اونا در واقع کلیم میکنن و برداشت میکنن به شما میرسه. و اینجا میشن هاشه که مثلا یه سری در واقع توییتر رو اینا باید برید کلیک کنید و ریتوییت کنید، که اصلا نمیخواد روش بزنید برید برگردید، اصلا بدونید که در واقع باز کنید حتی ایکس رو قبول میکنه و میشن انجام میشه در واقع این ماموریتاش. توی این چرا نمیره پایین؟ خب توی در واقع فالوآز کانال هاشو باید در واقع توی تلگرام سابسکرایب کنید یا همون در واقع جوین بشید بهش. و خب اینم در واقع انجام شده همش. این کانال ها رو براتون میذارم، 5 تا کلا کانال میتونید همین الان سرچ کنید یا مثلا بیاید توی کانال من که واسهتون عدد لیستشو گذاشتم. بعد اینجا جوین توی کامیونیتی که در واقع همونه دوباره. و اینم که اونر بورد که اینا در واقع توی در واقع توییتر میرید یه کاری انجام میدید، اصلا باز کنید اصلا نمیخواد باز کنید، در واقع وقتی میزنید برمیگردید کلش انجام میده. و اینا رو من همه رو انجام دادم. بریم عقب. توی بوست هم بهتون بگم در واقع این استوریجتون یا همون در واقع میزان چیزتون رو میاره بالاتر، میزان این که مثلا هر چند ثانیه پر سر بزنید. توی اینجا تری یا همون درختا، سرعت ماین کردن اون درختی که در واقع بهتون دونه یا همون شوک چیزا رو میده، میوه رو بهتون میده، زیاد میشه. که مثلا الان واسه من چقدره؟ 15 در واقع هزارمه. حالا من مثلا اینو آپگرید میکنمش 200. حتی میگن هنوز بنز کافی نداره. من بنز کافی ندارم. توی اینجا در واقع دیلی ریوارد که مثلا میتونید اینو در واقع بگیرید، هر روز بهش سر بزنید و بتونید دیلی ریواردتون رو بگیرید. الان مثلا نکنید این چرا نمیاد پایین؟ خب الان اومد، الان شد 1.99. بازم هنوز نمیتونم بگیرم، اب نداره. بعد ارزم به حضورتون که توی بوست توی اینجا ما در واقع چی داریم؟ اینجا آبی که در واقع به این درختا میده، که مثلا باید 5 تا میشن انجام بدید. نکنید میشناشو اولین میشنش که در واقع بتونید اینو ارتقا بدید، این بدون سیده ها، یعنی هیچی نمیخواد بپردازید، فقط باید 5 تا میشن انجام بدید تا بتونید اینو تا لول 2 که لول آخره، یعنی آخرین چیزش که 2 تا قطره است، رو ارتقا بدید. اولش چیه؟ دوباره همون در واقع توییتره. اینا توییتره. بعدش در واقع یه دونه فرندتون یا یه دوستتون دعوت کنید. بعدش 3 تا فرندتون رو دعوت کنید. بعدش هم که در واقع 2 بار برید توی همون دیلی ریوارد و اونو در واقع کلیم کنید، یعنی 5 بار به اینجا سر بزنید به طور مرتب. و بعدیش هم چیه؟ بعدیش هم در واقع اینه که من هنوز انجام ندادم. الان تا الان 3 بار من انجام دادم. 5 بار برید دیلی ریوارد رو چک کنید که من 2 بار دیگه انجام بدم میتونم اینو در واقع دریافت کنم و لول اینو از لول 5 به لول 6 که ضرب در 2 ارتقا بدم. الان فکر کنم واسه شما لول 1 که هر کدوم انجام بدید 2 دهم میره بالا. برای در واقع اینا هم که بهتون گفتم همه رو، دیلی ریوارد هم گفتم. و توی اینجا هم که روز و شب میتونید بکنیدش، خیلی چیز مهمی نیست. توی اینجا در واقع نفرات برتر رو نشون میده که حالا نفر اول 17 میلیون و 829 هزار تا داره، که خیلی عدد بزرگیه. و مثلا نکنید فاصلش از بقیه رقبا رو، که مثلا نفر دوم 1 میلیون و 647 هزار تاست. و اینم که در واقع هنوز نیومده و اگه بیاد واسهتون میذارم پیامشو. خب اینم از این. بچه‌ها حالا من دوام رسیدم، اون رو آپگرید میکنم و امیدوارم که لذت برده باشید.